از نظر دین مبین اسلام بگوییم واقعا هم یعنی لباس چی برای مرد معین کردگی هست که تا کجا باید پوشیده باشد و برای زن تا چه اندازه حد باید که پوشش باشد. اما قرآن یک اصطلاحی خیلی زیبایی میگوید و لباس التقوی ذلک خیر. یک لباس پرهیزگاری، لباسی یعنی پاک دامنی بهترین است برای انسان، هم در دنیا و هم در آخرت سعادت میارد. حالا لباس تقوا یعنی چی؟ لباس تقوا لباسی هست که چسبیده و پیروی از مود و پیروی از کدام شخصیت و پیروی از کدام قوم و ملت و دیگر نکردن. لباس تقوا یعنی لباس اسلامی، لباسی البته لباسی مناسبی که چطوری که بیبی‌ها و مادرها و گذشته‌های ما خیلی یک لباس مناسبی داشتن. لباس اسلامی همین لباس است. لیکن متاسفانه حالا می‌بینیم بعضی از جوان‌ها چی پسرها چی دخترها چی نمودی موی باشد، چی نمودی ریش باشد یا چی نمودی لباس باشد، یک تقلید کورکورانه بی اساسی بی منطق میکنن که این از اسلام نیست. این آداب اخلاق مهم است. دین مبین اسلام دین اخلاق است، دین آداب است، دین برادری هست، دین خیرخواهی هست، حتی با یک حیوان و خیرخواه بودن برای خود و برای برادران خود و برای وطن کشور خود و همه این نعمت رو قدر کردن و شکر گفتن. این اصلی مقصدی دین. دین یعنی چی؟ آداب اخلاق. برای همین باید جوانای ما کورکورانه تقلید نکنن. جوانی که در عائله اگر خوب تربیت یافته باشد اون میدوند که چیکار کند، چی رفتاری کند، پدر دیده است، مادر دیده است، بابا دیده است، بیبی دیده است. پیروی از همون فرهنگی اصیلی یعنی خیلی مشهوری عالم پیروی از فرهنگ خود میکند. اما متاسفانه وقتی که سواد کم هست، معرفت کم هست، دانش کم هست و این رو میگن تقلیدی چیز؟ تقلیدی کورکورانه. یعنی پدر مادر این نگفته است که ما کی بودیم، ما کدام ملتی هستیم، ما برای دنیا و برای بشریت و عصرها ما چی خدمت‌هایی کردیم. اگر هر پدر و مادری و فرزندان خود بگوید که ما ملتی هستیم که یک امپریای بزرگ علمی و دانش و آداب و اخلاق بودیم همیشه، قبل از اسلام و بعد از اسلام، و عالم شاهد است، شاهدی میدهد که حتی پیامبر مژده دادگی هست که سلمان فارس و از فرزندان اینها شخصانی می باشند که اگر علم یا در روایت دیگر ایمان اگر در ثریا باشد اون رو میارند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملتش تاجیک و از زیاده از 65% عالم اسلام مسلمانو پیروی از این شخصیت میکنند. متاسفانه وقتی که جوانو نمیدونند که اصلشون که هست تقلید میکنند. چرا تقلید میکند؟ به خاطری که معلوماتی پره ندارد. ملت تاجیک زیاده از 1300 سال است که پیروی از دین مبین اسلام میکند. در این زیاده از 1300 سال همون گذشتگان ما با تقواترین و با فرهنگترین و با معرفتترین و با سوادترین انسان ها زندگی کردن که ما امروز با اونا افتخار میکنیم. در طول زیاده از 1000 سال گذشتگان ما با لباس های خاصی ملی و رنگ و دوخت و یعنی متاع و دیگری خود اون معیارهای شرعی را رعایت میکردند. مادرها و بیبی‌های ما لباس‌های خیلی وسیع و رمال هم میپرداختند، این طرف میوردن در سر کتف و خیلی یک شکوه و شهامت
خاص و یک نشانه عفت و پاکدامنی و یک معرفت و یعنی با فرهنگی رو نشان میداد. پس همون موافق با شریعت بود یا نبود؟ 100% موافق با شریعت بود و فعلا هم لباسی فرهنگی ما موافق و مطابق با چی هست؟ با معیارهای شرعی و مذهبی حنفی، یعنی دین مبین اسلام. از قدیم مردم ما لباس سیاه رو در بر نمی کردن و همین رو یعنی دوست ندارن. حالا شریعت اسلام هم مذهب حنفی هم در هیچ جای شرط نگذاشته است که لباس زن حتمی سیاه باشد. ما در یک عصر زمانی هستیم که مبارزه های فرهنگی و خاطری که ملت ما پابرجا و مستحکم و استوار باشند باید زبانی ما، فرهنگی ما، لباسی ما، پرچمی ما، نشانی ما، تمامی رکنهایی که یا معیارهایی که یک ملت رو کامل و قوی نگه می‌دارد، جوانای ما به قدر این باید برسند. تقلید کورکورانا باید نباشد. فکر میکنم که از روی به معرفتی است. وقتی انسان نداند از کجا کند چی باید کرد، یک راه است، فقط فهماندهی. حتی قرآن میگوید که استعذ بالله و ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین. شما همیشه یادرس کنید، بگویید، فهماندهی کنید، حتی گوش زد کنید، چرا که این گفتنی های شما یعنی منفعت زیادی دارد برای شنوندگان. وقتی که جوانان رو ما نمیگوییم، فرضاً برای مثال یعنی ما جنبه های نیکی حیات و زندگی رو نمیگوییم، با کدام شبکه‌های اجتماعی داخل می شود یک تقلیدها و یک کارهای بیهوده‌ای که حیات خودش رو تباه میکند، در زندگی خود رو ناکام و بدبخت میکند. برای همین جوانای ما با همیشه باید در جستجوی کامیابی و سعادت و برکت خود باشند، نه در رفتار کرداری کورکورانه تقلید هر ناسزا، یعنی که انسان رو ناکام و گمراه و بدبخت میکند. دنیا میخواهی زندگی آسوده و خاطر جمعی و با معرفت و یعنی سعادتمندی میخواهی، علم به آموز، چرا که به علم نمیشود. حتی قرآن میگوید که انسانی نادان جاهل و انسانی دانشمند و عالم به مانند بینا و نابینا است، که نابینا همیشه در جستجوی راه است، بینا آزاد راه میرود. اگر میخواهیم که خرافات پرستی یعنی تشویش و پریشانی در زندگی ما رو ناکام و بدبخت نکند، باید علم بآموزیم. علم یگونه راهی است که ما رو به سعادت و به قله بلندی کمالات میرساند.